درود به همگی، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به کانال من. اسم من امیره. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز اومدیم با ویدیوهای خفن لایف هک. بریم با هم ببینیمشون، ببینیم ایرانی‌ها چه چیزای جدیدی اختراع کردن. Let's go. فریز رو اینجوری جمع میکنن دیگه، قانونا همه اینطوری جمعش میکنن. ممنون ازت واقعا. من اصلا اینو بلد نبودم و اصلا اینو بلد نبودم. خب کتابو میذاری مجبوری کشو ولش کن، فردا دوباره میخوای درش بپوشیش، خودتو اصلا درگیر نکن. بریم بعدی. ماشاءالله داداش، برو جورابی بخر. ببخشید فقط من پاره نبودم، ماشاءالله جوراب کلا پاره بود. اقتصادیه دیگه. خب اینو میخواد چی کنه؟ خب اینم از برق بکش بندازی زمین، کاری داره؟ بله بله. خب این کار بردی بود. نه خدایی این به درد خورد. این ویدیو به درد خورد. دستمال دیگه. خب قانونا رو باز میکنی دست مرسوب. آها در پریز. خب قربونت برم، برو بخر یه دونه پریز دردار بگیر. اینا چیه؟ خب ذرت آره. یا خدا. بگم ولش. اوه دوستان این کار بردی بود. واقعا به درد میخوره، ولی فکر نکنم همه رو جمع کنم. بله بله. اوه این خیلی جا به درد میخوره. دوستایی که کاراشون با مترو اینجور چیزاست، این واقعا به دردتون میخوره. حتما از این ایده بگیرید. چیه ماسکه؟ میله است. میله. خوب بود. آره دیگه مجبوری باید تو بزنی. تو نباشه خوبه، به درد می‌خوره. بله بسیار عالی. چه دردی میکنه این فقط. ممنون، خیلی ممنون، عالی بود. به چه دردی خورد؟ اوه عجب چیزیه برای سیم. اینم برای آقایان اوستاکار و فنیکار به درد میخوره. چیز جالبی بود. خب چترت خراب شده.
یه خودکار رو میاریم. یه دونه چتر بخر. خیلی بهتره. برای کسی که عینک دارن به دردش می‌خوره. خوبه ولی فکر ببین عزیزم، دوتا ناخونا رو میذاری وسطش. کلید ببینم اینجا هستش، نشونتون بدم. نیستش. دوتا ناخونا رو میذاری وسط، کلید رو یواش رد میکنه. اصلا به این چرت و پرت اهمیت ندین. مرسی، بریم ادامه ویدیو. اونم باز هم باشه، اصلا چی نکنیم. برای درزینا خوبه. ماسک، با ماسک چه کارایی میکنه؟ 3 لایه است. آره خب لایه وسط دستمال کاغذی. یه چاقو میاریم، موز و پوست میگیریم با دست چاقو. تموم شد. چنگال کج کنی فلان کنی، اصلا خودتون اذیت نکن. تموم شد. خانمی بوسش کرد اینجا. بعد چی کار کن؟ برای پسران هوس چیز، آره خودتون یاد بگیریم، به درد میخوره. به همین راحتی دیگه برین همه بوستون کنن. هر کی رسیدی بگو بوست. اوه سیم لخ میکنه. یعنی سیم لخ میکنه حرف قشنگی نیست، ولی خب پوست روی سیمو میکنه. برزی. خب اینا چیه چسبیده؟ اوه برزگیره دیگه. لباس همه لباس فروشا دارن. یا خدا، چگونه کار خود را سخت کنی. هم آخرین ویدیو ببینیم چجوریه. چسب 5 سانتی. اوه این خیلی به درد میخوره آقا. ایول ایول ایول. این دوستان خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. خیلی دوستتون دارم. این بود از لایف هک های تیک تاک. امیدوارم لذت برده باشید. کاربردی بودن. ویدیو آخره خیلی جالب بود. ویدیوهای وسطاش چند تاشم خیلی جالب بود، ولی بعضیاشون واقعا مسخره بود. همون کارهای خودمون رو بکنیم خیلی بهتره. اینا بود از ویدیوهای لایف هکمون. ممنون میشم که کانال منو لایک و سابسکرایب کنید. کامنت انگلیسی هم حتما بذارید. ممنون میشم که حمایت کنید. خیلی 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 دوستتون دارم. به امید دیدار.